دوستان سلام، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز یه نصب در محل اومدم. این خودرو سراتو یه کیلس روش بود، ببینید یه کیلس بدون کیفیت، اصلا مارک هم نداره. بعد من این کیلس رو براشون بستم، اسمش هست اسکایلین، کره‌ای هستش، تحت لیسانس دوست عزیزم آقای بهرام رسولی هستش. دوستان این هم به صورت سوکت فابریک تمام بسته شده، همشون به این صورت. ببینید تمام سیمکشی های اضافهش که بد نصب کرده بودن من باز کردم و به این صورت براشون انجام دادم. این ریموتش ببینم کجاست. اینه. خب نه اون یکی ریموت. این هم یه ریموتشه. بعد کارایش هم الان بهتون توضیح میدم. خب دوستان میریم برای تست استارت. داخل خودرو میشینیم، پا رو پدال ترمز، خودرو به این صورت روشن میشه. این کیلس دارای دزدگیر هم هستش، حالت ضد سرقت. ببینید دوباره پا رو پدال ترمز، دکمه انجین استارت رو میزنیم، خودرو خاموش میشه. اما ریموت ها رو میدید به من، تشکر. از خودرو پیاده میشیم، قفل. بعد از 30 تا 40 ثانیه دیگه اگه ضربه به خودرو بخوره، خودرو شروع میکنه به بوق زدن. من یه چند لحظه این ریموت ها رو بذارم اینجا، با ماشین فاصله داشته باشه. حالت حساسیت داره، میتونید براش کم و زیاد کنید حساسیتشو. ببینید به این صورت الان من ضربه زدم، شروع کرد بوق زدن. در خودرو هم که باز شه شروع میکنه بوق زدن. این هم باز. سپاسگزارم از شما که ما رو همراهی میکنید. دوباره من این سیمکشی دستگاه رو نشون بدم، ببینید چه وضعی داشتش. دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید.